عزیزان، امروز با آموزش یه نوع سوسیس بندری در خدمتتون هستم. مواد لازمش که پیاز، من نیم کیلو پیاز استفاده کردم، سیب زمینی و سوسیس. میرم که ادامه آموزش رو براتون بذارم، با ما باشید. سیب زمینی هامو ریختم تو روغن و دارم سرخشون میکنم. پیازام هم گذاشتم که سرخ بشه. عزیزان، این سوسیس بندری بسیار خوشمزه و لذیذه. امیدوارم که شما هم درست کنید و لذت ببرید با آموزش های ما. با ما باشید و ببینید که چطوری درست میکنم. عزیزان، پیازام دیگه سرخ شد. میرم که سیب زمینیام بهش اضافه کنم. سیب زمینیام هم سرخ کردم. به پیازام اضافه میکنم. الان دیگه نوبت ادویه‌جاتمه. عزیزان، ادویه‌جاتم که شامل ادویه زردچوبه، دارچین، فلفل، تخم گیشنیز و لیمو امانی است و بهش اضافه میکنم و با هم مخلوطشون میکنم. سوسیسام هم که سرخ کردم به موادم اضافه میکنم. میرم که یک کم رب بهش بزنم. نوبتی هم که باشه نوبت رب گرجه هامه که من 3 تا قاشق غذاخوری رب گرجه به موادم اضافه میکنم و خوب با هم دیگه مخلوطشون میکنم. عزیزان، دارم سوسیسامو سرخ میکنم بقیه‌اش. عزیزان، الان یه مقدار نمک بهش اضافه میکنم. و میذارم که خوب به خورد هم برن و جا بیفتن. سوسیس بندری باید خیلی تند و تیز باشه که دلچسب باشه. امیدوارم که بپسندید، ما رو سابسکرایب کنید و کامنت های قشنگاتون بهم انرژی میده. اینم آماده شده سوسیس بندری ما. امیدوارم که بپسندید و ما رو حمایت کنید.